акнун фурсати хеле муносиб барои занҳои хонашин ва мардҳою донишҷӯён фаро расид. Шумо метавонед аз хона набаромада танҳо бо телефон кор карда соҳиби маошҳои беҳтарин гардед. ин фурсатро ба шумо танҳо ширкати бо нуфузи Faberlic дода метавонад. барои маълумоти пурра ба ватсапҳои дар рӯи экран буда муроҷиат намоед. ҳамаи нозукиҳои корро ба шумо меомӯзанд. дар рақамҳои боло мардҳо ва дар рақамҳои зерин занҳо. صحابای پیغمبر خدا میگویند روز پیغمبر خدا بالای منبر برآمدند. بالای منبر برآمدند و چنان یک تصویر از آمدن دجال کردن، چنان یک خوب بیان کردن حتی که ما ترسیدیم از مسجد بیرون شویم. فکر کردیم که در بیرون مسجد دجال منتظر ماست. البته پیغمبر خدا چنان فصاحتی داشتند، یک گپ را میگوید در حدیثات تا 2 بار 3 بار تکرار میکرد تا که انسان فهم کند، بفهمد. چند روز از بین میگذشت، صحابه ها غمگین بودند. پیغمبر خدا از آنها پرسید چرا غمگین هستین؟ از چه حالت؟ گفتند پیغمبر خدا از روزی که دجال را برای ما خبر دادی، آمدن او را برای ما آگاه کردی، عملهای او را ما فهمیدیم، یک وهم بر بالای ما آمدگی هست که حتی گمان میکنیم یا این ساعت یا ساعت دیگر دجال بالای ما هجوم میکند. رسول اکرم گفتند ای اصحاب من، تا زمانی که من در بین شما هستم شما از دجال نترسید، زیرا اگر دجال این لحظه ها برآید این بدبخت من با او مقابله میکنم و یا من شکست میدهم. لیکن رسول اکرم چی گفتند؟ این مما اخاف علیکم من بعد من زهرة دنیا و زینتها. لکن از دجال دیده ای امت من بر شما از این لذت دنیا میترسم. از دجال دیده من میترسم که بعد سر من این دنیا شما را فریفته میکند، شما را از راهی حق برای ناحق میبرد. برای این دنیا شده شما دین و آیین تا میفروشین، برای این دنیا شده شما با یک برادر مؤمن محاربه میکنین. این معجزه پیغمبر بود. وقتی رسول اکرم از دنیا گذشتند فتنه ها سر شد، جنگ ها بین مسلمان ها شروع شد، صدها هزار صحابه های پیغمبر بین مسلمان ها بین یکدیگر کشته می شدند. رسول اکرم گفتند از این من می ترسم از شما، از دجال دیده از محبت دنیا بر شما می ترسم. امروز محبت دنیا بر بسیاری بندگانش حمله خود چه کرد، کاری خود چه کرد. دجال رسول اکرم بیان کردند ظهور میکند از بین عراق و از بین دولت شام. امروز دولت شام دولت سوریه هست، سیریه میگیم ما و شما. از بین همین دولت شام و از بین دولت عراق این دجال میبراید. رسول الله گفتند وقتی که این دجال این فساد کننده عالم میبراید خیلی جوانی تنومنده هست و موی سر او جنگیله هست، دعوا میکند میگوید من خدای یک و یگانه هستم و انه اعور. پیغمبر خدا گفتند ای امتان من، تمام شکل و خصلت‌های دجال را برای شما چنان معین و چنان خبر میدهم که هیچ پیغمبری مثل من بر شما خبر دادگی نیست. وقتی وی میبراید جوان تنومند، مویهای سر جنگیله و پس سر او با روایت مسلم هم میآید که بسته شده است، مثل بعضی از همان مویهایی که از پس سر کاکل میکنند، بسته شده است. و وی دعوا میکند خداست، وی خدا نیست.
انه اعور، وای کور است، یک چشمی راستش کور است. و ان الله لیس باعور، پیغمبر میگوید حالان که خدای شما کور نیست، این کور است. مکتوب بین عینی کافر، پیغمبری خدا گفتن بین دو چشمش با حرف های کلانی که خواه با سواد باشین خواه بی سواد باشین نویسانده شده است همین مرد کافر است. بر روایت دیگر می آید که 3 حرف نویسانده شده است، کاف، ف، ر، خودش کافر می دهد، تا که شما بشناسین این همان دجال است. دنیا را فساد می کند، هر محله که داخل می شود زنهای اونها را تجاوز می کند، فرزندهای اونها را گمراه می کند و به سوی خود دعوت می کند. اونها در حال قبول می کنند. گفت پیغمبر برای چی؟ برای که در پهلوی راستش میگه جنت دارد، در پهلوی چپش میگه دوزخ دارد. مثل که شما امروز آینه نیلگون را نظر میکنین، تمام صورتها را میبینین، در پهلوی وی میگه آشکارا شما همون باغها و در این طرف عذاب آتش میبینید. کسی که ایمان نمی آرد در دوزخش می پرتاید، کسی که ایمان می آرد و در جنتش می پرتاید. پیغمبری خدا گفتند شما همان دوزخش اختیار کنید و جنت است، شما همان دوزخش اختیار کنید و جنت است، جنت اختیار نکنید که وای دوزخ است. اگر شما بخواهید گفت امت من از این مکر و اصلا دجال گفته چی را میگویند؟ من برای شما لغت دجال فریبکار، فریبگر، مکار، شیطان را دجال میگویند. در ما و شما دجال های زیاد برآمد، مردم از راه اسلام و خدا ترسی پس گرداندند، اونها هم دجال ها بودند. حتی رسول اکرم گفتند لن تقوم ساعت حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 کلهم یزعم انه رسول الله. تا این دجال کلانی 30 دجال دیگر گفت پیغمبری خدا می براید که هر کدامی او دعوا میکنند که ما پیغمبری خدا هستیم، حال آنکه اونها پیغمبر نیستند، اونها دجال هستند. دجال های زیاد ما و شما، خدا را شکر که ما و شما چندین دجال ها را زیر خاک در دوزخ سپاریدیم. باز دجال های دیگر امروز در دولت های غرب حکمرانی دارند، اینا هم دجال هستند. پیغمبری خدا گفتند دوزخش اختیار کنید و جنت است. مغیره میگوید هیچ کس مثل من از پیغمبری خدا در باب دجال بسیار سوال نمیکرد. از او پرسان کردم پیغمبری خدا میگویند دجال همراه خود یک کوه پر از غذا و نان دارد، آیا حق است؟ گفت بله حق است. وای به منزله یک کوه چی دارد؟ از غذا، از خوردنی ها دارد. هر قبیله و هر محله که ایمان میارد از این غذا بر اونها عطا میکند. مثل امروز ما و شما را یاردم ها میتن، بعضی یاردمی که خالصانه و بشردوستانه باشد میلش، لکن یاردم هایی که برای تبلیغ دین نصرانی و دین یهودی باشد او حرام برای ما و شماست. خدایا از این ما به سوی تو پناه طلب میکنیم. کوهی از غذا دارد، ایمان میاری مرحمت گیر، ایمان نمیاری در دوزخ قتلت میکنند میپرتاید. هر جایی که ایمان میارد میگد اون سرزمین همه سبزگار میشود، تمامی میوه ها میوه میاندازند. دجال آسمان امر میکرده است ببار، میباریده است. شاید که با این قدر سحر اکثر مردم رجوع به سوی این دجال کند. امروز بسیاری از جوانای ما و شما که از گفتن هم مانده شدیم یک فالبین باور میکند.
پس دجال به این قدر بزرگی و به این قدر سحر و جادو و چهل باور نمیکند. باور میکند که این همون خداست. نعوذ بالله. وقتی میگد به پیش یک ساحل میگذرد، به پیش یک دریا همین دجال میگذرد، چی میگفته است؟ اخرج کنوزکی، ای دریا، چیزی که در داخلت از دولت و سولت و چیزهای قیمت بها داری همش بیرون بردار. همش بیرون برداشته میشده است. از پسش میگد مثل سگی که از پسی صاحبش میرود، مثل از پسی دجال همین تمام دولت و سولت حرکت میکرده است. این سحر بین، این حالت ببین. مغیره میگوید پرسان کردم پیغمبری خدا، این با این قدر سحر کلان شما گفتید تمام دنیا را دور میزند غیر مکه و غیر مدینه، تمام درآمدگاه های مکه و مدینه از فرشته ها خداوند پاسبان میگذاشته است، این بدبخت در این دو شهر پاکیزه داخل شده نمیتوانسته است، دیگر تمام جا در داخل میشده است. رسول الله حرکتش چگونه است؟ پیغمبر گفتند چگونه که از پس یک ابر بهاری باد سخت میوزد، ابر چگونه حرکت میکند، این دجال حرکتش همچنان است.